بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما و شما آیه مبارکه 113 سوره بقره الی آیه مبارکه 121. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. چنانچه در آیات قبل هم الله متعال ارتباط به یهود و نصارا فرمود، در این آیات مبارک نیز الله متعال ارتباط به عقاید و بالاخره برنامه های یهود و نصارا بیان میکنه و میفرماید که وقالت الیهود، گفتند یهودی ها، لیست النصارى على شيء، نصارا یا عیسوی ها برای هیچ دین درست نیستند. وقالت النصارى، و گفتند نصارا عیسوی ها، لیست الیهود، یهود نیست على شيء برای هیچ دین کامله، برش کدام چیز نیست. یعنی یهود به نصارا میگه نصارا هیچ کاره نیست، نصارا یهود میگه یهود هیچ کاره نیست. بین خودم اینها یک اتفاق و اتحاد ندارن، بین خود بسیار اینا مخالف هستن، اما در مقابل مسلمان ها باز یک دست و یک پارچه میشن. در حالی که وهم یتلون الکتاب، اینها تلاوت میکنن کتاب خدا را، اینها اصلا به حقیقت کتاب خدا پی نبردن، تلاوت میکنن کتاب را اما یکی دیگر را تکذیب میکنن. کذالک، همچنین که اینها گفتن
قال الذين گفتن کسانی که لا یعلمون نمیدانن مثل قولهم مثل گفته از اینها فالله الله متعال یحکم حکم میکند بینهم میانشان یوم القیامه روز قیامت الله متعال روز قیامت فیصله میکنه بینشان که نه یهود در کدام راه درستی بوده و نه نصارا بلکه راه حق راه اسلام و پیروی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است فیما کانوا در آنچه که بودن فی در امور دینی اختلاف میکردن و من اظلم کیست ظالم تر این کلمه را میگن استفهام یعنی نیست هیچ کسی ظالمتر ممن از او کسی که یعنی ظالمترین انسان کسی است که منع مساجد الله یعنی از عبادت کردن در مساجد از ذکر کردن در مساجد منع میکنن ظالمترین انسان او کسی است که مردم را از مساجد منع میکنه ای یذکر این که یاد کرده میشود فیها در اون مساجد اسمه نام الله متعال و ظالمترین انسان ها کسی است که وسعا کوشش میکنن فی خراب در تخریب مسجد اینها تلاش و کوشش میکنن ظالمترین انسان هستند و بدون شک که تخریب مسجد دو نوع است یک نوع است که علمیال مثلا در امی بعض جنگ ها و موضوعات میبینین که مساجد تخریب میکنن انفجار میتن این هم یک تخریب مسجد است و تخریب معنوی مسجدی است که مردم میترسانند بر مردم حول و وحشت پیدا میکنن بالاخره موضوعات روی دست میگیرن تا که مردم از مساجد و از طرف مساجد از عبادت خدا از ذکر کردن با الله متعال بالاخره از عبادات و از مساجد مردم را به شکلی از اشکال در سرد میکنن میترسانن وهم و ترس ایجاد میکنن وحشت ایجاد میکنن در حالی که مسجد جای آرامی هست جای عبادت خدا هست جایی است که سر تا سر عشق و محبت با الله متعال هست در اونجا راز و نیاز بنده با الله متعال میشه در اونجا بنده میتونه با پروردگار خود ملاقات بکنه بالاخره خانه الله هست نسبت مساجد به سوی الله داده شده یعنی بیوت الله خانه های الله هست یعنی امنترین جاها مساجد می باشه پس ظالمترین انسان کسی است که مردم را از مساجد منع میکنه و در تخریب مادی و معنوی مساجد تلاش میکنه و کوشش میکنه تا مساجد که خانه های الله هست امنترین جاهاست اون را ناامن بسازه اولایی که همین گروهی که در تخریب مسجد کوشش میکنن مساجد تخریب میکنن ما کان لهم نیست برایشان ان یدخلوها که داخل شون الا خائفین مگر ترسناک خودشان در مسجد که داخل میشن از بس که خائن هستن خائف و ترسناک هستن بمی گروهی که در مساجد همچو حالات را ایجاد میکنن مساجد تخریب میکنن مردم را از مسجد منع میکنن لهم ایشان را از فی دنیا در دنیا خزی خاری در دنیا هم ذلیل هستن این مردم و لهم ایشان را از فی الاخرت در آخرت عذاب عظیم عذاب بسیار بزرگی است ولله المشرق والمغرب برای امت نبی کریم صلی الله علیه و سلم تمام روی زمین مسجد است به دیگه امت ها چنین نبود فقط نقاط مشخصی بود مثل اونمو کلیساها و کنشت هایشان که در اونجا عبادت میکردن میشد در دیگه جا عبادت کردن نمیتونستن اما با امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از خصوصیات از این امتی است که الله متعال تمام روی زمین را برای اینا مسجد جور کرده یعنی در هر جایی که وقت نماز شهر نمازها عبادات در هر نقطه روی زمین که بخواین میتونن نماز بخوانن عبادت بکنن اینطور نیست که اگر مسجد خدا رسان خوب دیگه جای نمازش نصب این رقم نیست ولله المشرق والمغرب الله متعال را از حکم مشرق و المغرب فاینما تولوا پس هر طرفی که رو بگردانی فثم وجه الله میابی ذات الله را الله به علم خود همه جاها را احاطه کرده تو مشخص نیست که الله در مشرق است در مغرب نیست در مغرب است در مشرق نیست در شمال است در جنوب نیست در جنوب است در شمال نیست در اینجا است اونجا نیست این گپ نیست الله متعال و هو معکم اینما کنتم هر جایی که باشین الله شما را میبینه الله با شما است از ضمیرتان با خبر است از قلبتان با خبر است به هر جایی که باشی الله متعال در اونجا حاضر است به قدرت بلا کیف خود پس الله متعال در همه جا هست هیچ جایی نیست که بگو اینجا مرا الله نمیبینه
در هر جا به هر حالتی که باشیم الله متعال از حال ما با خبر است و ما را میبینه. ان الله و تقی الله متعال واسع کثیر الفضل است، علیم دانا است. و قالوا گفتن اتخذ الله ولدا، گفتن الله متعال فرزند گرفتن. عیسوی‌ها گفتن که عیسی ابن الله، عیسی پسر الله است، نعوذ بالله. یهود گفت که عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام گفتن اینا فرزند خدا هستند، نعوذ بالله. ملائکه گفتن اینا بنات الله، دخترای خدا هستند. یعنی به خدا زن و فرزند کشیدن، در حالی که سبحانه پاکیست الله را از گرفتن زن و فرزند. آدمی زاد چون نیاز داره، پیری داره، زایری داره، بالاخره مال داره که از او با میراث میمانه، یعنی به این خاطر که ضعف بندگیش از الله متعال برش فرزند میده که تا نسل بشر ادامه پیدا بکنه، قطعا نشه. اما الله متعال خو از ضعیفی، از ناتوانی، از به کسی نیاز نداره. الله الصمد، خدا خودش بی نیاز ذات است، به هیچ کس نیاز نداره، قدرتش کامل است، پس هیچ نیازی به گرفتن زن و فرزند نداره. پاک از الله متعال از گرفتن زن و فرزند. سبحانه بل له ما فی السماوات والارض، بلکه از الله متعال از آنچه که در آسمان و زمین است همش در قبضه قدرت خدا هست. اهل زمین و آسمان از الله متعال است، اما مثل بشر واره این رقم به خاطر نیازمندی های خود زن و فرزند نداره الله متعال. و الله ذات بی نیاز است، نیازی به زن و فرزند نداره. کل تمامی له، از برای الله متعال قانتون، فرمان برداران هستند. بدیع السماوات والارض، الله متعال از نو آفریننده آسمان و زمین است. از نو یعنی کدام نقشه قبلی نبوده. اگر یک نقشه می باشه، یک چیز جور می شده باشه، یک دفعه دوباره با جور کردن از روی نقشه از او آسان است تقریبا. اما ای که هیچ چیز نباشه، این الله متعال از روی هیچ چنین کائنات را الله متعال خلق کرده. بدیع السماوات والارض یعنی بدون نقشه قبلی، از نو آفریننده تمام آسمان ها و زمین است. و اذا قضا، هنگامی که فیصله بکند الله متعال امرن، یک کاری را که شب بگوید یعنی کار باید چنین شود، فانما جز نیست که یقول بگوید له بمکار کن شو فیکون، باز می شود. یعنی پیش الله متعال خلقت آسمان ها و زمین و این و آن، تمام از اینها فقط یک ارادهش بکار است که اراده بکنه که همین چیز به این ترتیب جور میکنم، فوراً جور میشه. قدرت الله یه اندازه کامل است. طرفت العین، جهان برهم زند. به یک طرفت العین، با یک چشم زدن الله قادر است تمام جهان و کائنات به هم بزند. و با یک طرفت العین، به یک چشم زدن الله قادر است که تمام کائنات را پس تنظیم بکنه. این قدرت کامله الله جل جلاله است. وقال الذين گفتن آنانی که لا يعلمون نمیدانند، لولا يكلمون الله، چرا الله با ما سخن نمیگوید، او تأتینا آیه، یا بر ما کدام آیت نمیاره. اینقدر آیات که نازل میشه هم از اینها تکذیب میکنن. انبیاء علیهم السلام را تکذیب میکنن، باز شکایت میکنن چرا بر ما یک آیه نمیاره. خب هر بار که آیات میاد شما تکذیب میکنین، باور ندارین، ایمان ندارین به آیات خدا. اینا میگفتن به مقتضای خواست ما باید آیت بیاید، در حالی که الله قانون خود را جاری میکنه. الله ذات احکام الحاکمین است، حکم از الله متعال است. ما بنده هستیم، کدام چیزی که الله متعال امر میکنه او را ما بجا میکنیم و ما باید فرمان الله را بجا بکنیم، امر الله را اطاعت بکنیم. این نشان بندگی است. اما اینها میگفتن که این آیات قرآن که نازل میشد، تورات، انجیل، اینها را همیشه تکذیب میکردن و گله میکردن که چرا به ما آیه نمیاد و چرا ما مستقیم الله با ما صحبت نمیکنه، در حالی که این قانون الهی است که از بین انسان ها یک تعداد را برمیگزینه، انتخاب میکنه، برشان استعداد میده تا اونها از نزد الله فرمان بیارن به دیگه مخلوق توضیح بدن و راهنمایی بکنن که اونها انبیاء علیهم السلام هستند. کذالک همچنین که مردم یهود و نصارا گفتن، قال الذين گفتن اونانی که من قبل پیش از اینا بودن، مثل گفته از اینا با موسی علیه السلام اینطور گفتن که چرا همراه ما الله صحبت نمیکنه، ما رو ببر که الله متعال با همراه خود ما گپ بزنه. مثل گفته از اینها، تشابهت، مشابه از قلوب قلبهایشان،
قد به تحقیق الله متعال می فرماید بینا ما واضح بیان کردیم الآیات نشانه های قدرت خود را لقوم یوقنون به قومی که یقین داشته باشد. اینا خب میگن چرا آیت نمیاد؟ هر آیه که الله نازل میکنه اینا تکذیب میکنن. باز چگونه اینا گله میکنن که ما آیه نمیاد؟ این آیات قرآن همش آیات خداست، بگیرین ایمان بیارین. الله آیات خود را بیان کرده به قومی که یقین میکنن، دیگه یقین دارن، باور دارن. انا ارسلناک به تحقیق تو را فرستادیم ای نبی کریم صلی الله علیه و سلم بالحق، به اثبات حق و تدبیر درست، بشیرا بشارت دهنده مسلمان ها را به بهشت، به سعادت، به رضای الله، به لقای الله متعال جل جلاله، و نذیرا بیم دهنده کفار را به جهنم. یعنی وظیفه رسول صلی الله علیه و سلم است که مسلمان ها را بشارت میده که شما ایمان آوردین، اعمال صالح انجام دادین، خوشا به حالتان که بهشت خدا از آنشون. و کفار را هم بیم میته که ایمان نیاوردین به خدای متعال، ایمان نیاوردین به روز آخرت، به کتابها، به ملائک، به نبیین، جهنم جایتان است. ولا تسأل، سوال کرده نمیشوی، عن اصحاب الجحیم، از باشندگان دوزخ. یعنی وظیفه انبیاء علیهم السلام چیست؟ ابلاغ دین. و ما علینا الا البلاغ المبین. الله متعال میگه شما ابلاغ دین بکنین، حسابش به ما است. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. ابلاغ دین از شماست، حساب گرفتنش با کار الله متعال هست. مسلمان ها همشان به قدر صلاحیت خود مسئولیت داریم. هر کدام ما به فامیل خود، به زیر دستان خود، تا جایی که در جای ما صلاحیت داریم، مسئولیت ما مقدر است که ابلاغ دین بکنیم، حق برسانیم، قول خدا و رسول برسانیم. او طرف کس به گفت میکنه نمیکنه، عمل میکنه نمیکنه، باور میکنه نمیکنه، کار خودش است. فقط از مسئولین این پرسان میشه که دین رساندی یا نه، چیزی که خدا گفته بود پیغام خدا رساندی یا نه از پیغمبران. دیگه او طرف باز کار الله متعال است که پرسان میکنه که چرا عمل نکردی، چرا ایمان نیاوردی، چرا حق شنیدی حق قبول نکردی، چرا به حق تن ندادی، چرا بر تو از بهشت گفته نشده بود، از اعمال صالح گفته نشده بود، چرا عمل نکردی، به تو مذمت و گناه و معصیت کارها گفته نشده بود، گفته شده بود، چرا باور نکردی؟ آله جزای شبیبی. باز هم الله متعال بر مسلمان ها هشدار میته و میفهمانه که متوجه باشین که یهود و نصارا هیچگاه دوست شما نمیشن. یگانه راهی که دوستشان شما شون، یهود همکار شما شون، او چیز راهی که با شما پیروی عقایدشان بکنین. یعنی تا زمانی که مسلمان باشی دوستت نیست، اگر یهود و نصارا شدی با دوستت میشن. ولن ترضا، هرگز راضی نمیشن از شما. خطاب پیغمبر اسلام است اما حکمش عام است به همه مسلمان ها. هرگز از تو راضی نمیشه یهود، الیهود یهود ولا النصارى ولا نصارى. هزار که بگوی ما دوستت هستیم، ما بشر دوست داریم، ما چنین هستیم، ما چنان هستیم، ما کمک بشری روان میکنیم، اینا همش ترفندها و چل و فریب و خیانتهای پوشیده و مرموز از این هاست که زهر را در بین شهد جا بجا کردن. ولن ترضا، هرگز راضی نمیشون عنک از تو الیهود یهود ولا النصارى ولا النصارى. تا چی وقت؟ حتی تتبع ملتهم، تا که پیروی دین و کیش و آیینشان را نکنی از تو راضی نمیشن. هر وقت که قانونش قبول کردی، هر وقت که عقایدش قبول کردی، هرگاه که او را تایید کردی که تو راست هستی، تو درست هستی، باز وقت شاید دوستت شود. اما تا مادامی که پیرو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشی، تا مادامی که پیروی از احکام الهی و از قرآن بکنی، تا مادامی که بالاخره در دین اسلام باشی، از تو راضی نمیشن. و میگن که یهودیت راه بهتر است، راهنمایی میکنن، میگن که میخواین که راهیاب شوید، راه راست پیدا کن بین یهود و نصارا شوید. اینه کی میگه؟ یهود و نصارا میگه. اما الله متعال چی میگه؟ قل ان هدی الله، به تحقیق بگو ای نبی کریم صلی الله علیه و سلم که هدایت الله هو الهدى، او هدایت است. راهی که الله بر ما نشان داده که اینی راه راست است، این راه درست است، یا راهی که یهود و نصارا میگن؟ خب 100% راهی که الله نشان میده این بهتر از دیگه. قل بگو ان هدی الله، به تحقیق هدایت الله هو الهدى، یعنی اصل راه هدایت، راه راهنمایی، راه بهتر، راه مستقیم راه الله است.
ولئن اتبعت، اگر پیروی کنین شما اهواءهم، خواهشات یهود و نصارا را، اگر شرط هایشان قبول بکنین، اگر خواهشاتشان قبول بکنین، اگر عقایدشان قبول بکنین، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه بر تو آمد علم و دانش، حقایق را فهمیدی، قرآن برات دستور داد که پیروی خدا و رسول را بکو، پیغمبر برات دستور داد که با یهود و نصارا نزدیک نشو، از زبان علما راه حق را شنیدی، راه ثواب را شنیدی، راه اسلام را فهمیدی، بعد از تمام فهمیدگیت بازم پیروی یهود و نصارا را کردی، بازم عقاید یهود و نصارا را تایید کردی، بازم قوانین کفری یهود و نصارا را قبول کردی، مالک من الله، در این وقت دیگه از جانب الله بر تو هیچ ولی ولا نصیر نیست. مالک نیست تو را من الله، از جانب الله من ولی هیچ دوستی، از طرف الله دل جمع باش که الله متعال به تو هیچ دوستی و معاونتی نداره، ولا نصیر و نه نصرت دهنده. الله دیگه این رقم بنده را نه کمک میکنه، نه نصرت میکنه و نه دوست داره. کدام بنده را؟ بنده ای که بعد از فهمیدن راه راست، بعد از اینکه مسلمان شد، بعد از اینکه امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، بعد از اینکه تمام دستورات خدا به سمعش رسید و از طرف خدا برش اعلان شد که یهود و نصارا دشمن سرسخت توست، وقتی که بر تو از جانب خدا ابلاغ شد، به سمعت رسید که خدا دوست نداره کفار را، پیغمبر که دوست نداره یهود و نصارا را، اسلام و مسلمان بیزار می باشه از عقاید کفری یهود و نصارا، و بر تو اعلان شد که از یهود و نصارا به هیچ عنوان، نه در عرف، نه در عادت، نه در استایل، نه در نامها، حالی استغفر الله که بعضی کسان نامهای کفری بالای خود میگذارن. میبینی اولاد مسلمان نامش یک چیز مانده، یک نام یهودیت، نام نصرانیت، نامهای هندویزم، نامهای بی معنا، چیز این عرف و عاداتشان است. میبینی مسلمان است، نامش مسلمانی، لباسش کفری، استایل به اصطلاح طرز جور کردن قیافش تقلید از یهود و نصارا، لباسش تقلید از یهود و نصارا. پس این همش به نحو خود را مشابه ساختن به اوناست. عزیزان گرامی، مسلمان قدرت بدان که تو بهترین امت هستی. میفهمین؟ اینا میگن ما پیرو یهود موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام هستیم، پیرو از اونها به کلی نیستن. پیغمبر علیه السلام میفرمایند که اگر خود موسی علیه السلام و خود عیسی علیه السلام زنده می بود، اگر موسی علیه السلام زنده می بود، نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرماید غیر از پیروی من راه نجات نداشت. لو کان موسی حیا، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر خود موسی علیه السلام، اینا خب میگن ما پیروانش هستیم، پیروان دروغی نشستن، پیروانشان هم نیستن، اگر خود موسی علیه السلام زنده می بود، نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرمایند غیر از پیروی کردن من دیگر راه نجات نداشت. و الله متعال خالق آسمان و زمین، عرش و کرسی، این فیصله را کرده که جز اتباع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، جز قبول کردن شریعت و قانون اسلام دیگر راه نجات نیست، دیگر راه درست نیست. کسی میخواهد راه راست پیدا کنه، کسی میخواهد راه مستقیم باشه، جز اتباع قرآن و پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگر راه نجات نیست. پس بدانین که رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی که خود را مشابه به یک قوم میسازه از جمله از اون قوم حساب میشه. یک کسی میبینیم مسلمان، گفتیم در لباس، در قیافه، در به اصطلاح عرف و عادات، بعضی کسا محافل عروسی های خود را به عرف و عادات یهود و نصارا میگیرند، به طرز هندوها میگیرند. این درست نیست. این مسلمان، تو از خود آیینی داری، تو از خود دینی داری، کدام یهود و نصارا را دیدی، کدام هندو را دیدی که از دین تو پیروی بکنه، از عقاید تو پیروی بکنه، در حالی که راهشان هم باطل است. اگه اونا پیروی هم بکنن جا داره. اما این مسلمان، تو چرا خود اینقدر ارزان مفروشی؟ تو چرا اینقدر از دینت در مقابل مقدساتت، در مقابل دینت اینقدر بی اعتنا هستی؟ تو هم باید لباست به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، به صحابه کرام، به تابعین، به علما و بزرگای دین مشابه بسازی. قیافه و چهره تا باید طوری بسازی که پیغمبر و پیشوایت بوده. تو خواهر و مادر مسلمان باید از ام المؤمنین عایشه صدیقه که امروز 3 حصه دین
علمی قانون شرعیه، شریعت، قانون اسلام، امور فقهی، 3 حصه یعنی بیشتر از نصف دین روایت از ام المؤمنین عایشه صدیقه هست. باید تو از خیر النساء اهل الجنه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پیروی بکنی. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. امروز ببین که تو خود را پیرو مسلمان میدانی و بالاخره پیروان اسلام، تو خواهر و مادر نامت عایشه و فاطمه و بالاخره نامت صدیقه و نامت زهرا و نامت از مسلمان، اما لباس پوشیدنت، طرز بالاخره جور کردن قیافت همش پیروی است. کی از خودت ملاحظه بکن. اگر موافق به دین اسلام و شریعت است، موافق به اون چیزی که تو باورمند از او هستی و به او ایمان داری که قرآن و اسلام است، خوشا به حالت. اگر مغایرت داری، قرآن آینه است تو را متوجه می سازه. ای مسلمان، به این زیب و زینت چند روز بازی نخو. خود را به او گوساله پرستا مشابه نساز. خود را به او بت پرستا مشابه نساز. خود را به او هوا و هوس و شهوت پرستا مشابه نساز. تو از خود دینی داری، کامل ترین دین. تو از خود قانونی داری، کامل ترین قانون. تو از خود فرهنگ داری، با عزت ترین فرهنگ. به هر ترتیب الذين آتيناهم الكتاب، آنانی را که الله متعال میگه دادیم کتاب، یتلونه، تلاوت میکنن کتاب را، حق تلاوته، به حق تلاوت کردنش. حق تلاوت قرآن میدونن چی است؟ حق تلاوت قرآنی است که قرآن را از رو با تجوید یاد داشته باشیم، یعنی مخارج حروف بفهمیم، قرائتش درست بکنیم، تلفظ حروف درست بکنیم، قرآن را بسیار به طوری که نازل شده یعنی به مو لحن عربی تلاوت بکنیم. این حق تلاوت در قسمت اول. دوم حق تلاوت است که معانی قرآن را بفهمیم. اگر 100 سال ما قرآن تلاوت بکنیم درست است، ثواب داره، بارها گفتیم، اما قرآن کتاب رهنماست، قانون است، متوجه کننده انسان است. چگونه ما یک قانونی را میتونیم از اون مستفید شویم در حالی که معانی از اون نفهمیم؟ پس لازم است بر هر مسلمان که معانی و مفهوم قرآن بفهمه، فهم قرآن داشته باشه که خدا بر من چی دستور داده، به کدام کار مرا امر کرده، از کدام کار مرا منع کرده. این چیزی است که باید هر مسلمان، این حق قرآن است بالای هر مسلمان، در قدم اول روحانی و روانخانی قرآن یاد داشته باشه. که می درس هایی که میخوانیم ان شاء الله که دوستای عزیز ما، نوران چشم ما، تاج های سر ما، مسلمان هر جا که باشه تاج سر ما هستند. و در قدم دوم گفتیم حق قرآن مفاهیم معنی قرآن است که باید بفهمیم که الذین، آنانی که آتیناهم دادیمشان الکتاب، و کتاب را یتلونه و تلاوت میکنن، حق تلاوته، به حق تلاوت. حق تلاوت حق قرآن است. گفتیم در قدم اول روحانی قرآن یاد داشته باشیم، در قدم دوم معنیشه، در قدم سوم مفهوم قرآن، مفهوم قرآن بگیریم و به قرآن عمل بکنیم. اینجا رستگاری است. اگر ما تمام قوانین حفظ داشته باشیم اما او قانون عمل نکنیم، خب بازم نشد دیگه. دریوری را خواب یک لیسنس بین المللی داری اما قوانین ترافیکی را مراعات نمیکنی، حادثه میکنی، خودم هلاک کردی، یکی دیگر هم میکشی. قانون قرآن این موتور است. قرآن یاد داشتی، تر بعضی کسا است آها برای من نگو من تمام قرآن یاد دارم، تمام ترجمهش میفهمم. خب چرا عمل نمیکنی عزیز برادر؟ پس شرط عمل کردن به قرآن است و این ممکن نیست جز اینکه به فهمش پیدا کنیم و الله توفیق بده که به قرآن عمل بکنیم. همین گروهی که قرآن از روی یاد دارن، ترجمهش میفهمن، معانیش میفهمن، به این قرآن عمل میکنن، یؤمنون به، ایمان دارن به می کتاب. و اصل ایمان همی اشخاص است، ایمان کامل. و من یکفر، کسی که کافر میشد به می قرآن، فاولئک، همین گروهی که از قرآن فاصله گرفتن، کافر شدن به قرآن، منکر قرآن هستن، هم الخاسرون، ایشانن زیانمندها، خسارمند شدن. الله از همه و شما راضی باشه. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.